چین، سرزمین باستانی که در دل تاریخ فرهنگ‌های عظیمی چون کنفوسیوس، امپراتوری‌های باستانی و مسیر ابریشم را در خود دارد. اما امروز چین چیزی بسیار متفاوت از گذشته است. چین در گذشته کشوری بود با سرعت رشد کم که بیشتر مردمش در روستاها زندگی می‌کردند و زیرساخت‌ها بیشتر از چوب و سنگ ساخته می‌شد. قبل از ادامه ویدیو لطف کنید اگه از این جور ویدیوها خوشتون میاد لطف کنید کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید تا از ویدیوهای دیگر مطلع شوید. چین یکی از بزرگترین شبکه‌های بزرگراهی دنیا را دارد که برای حمل و نقل سریع و مؤثر کالاها و مسافران ساخته شده است. تصاویری از بزرگراه‌های بی‌پایان و تونل‌های زیرزمینی می‌تواند جالب باشد. سریع‌ترین قطارهای دنیا در چین قرار دارند. قطارهای پرسرعت همچنان که به سرعت در جاده‌های مختلف حرکت می‌کنند، می‌توانند نشان‌دهنده پیشرفت‌های حمل و نقل در چین باشند. برج‌های معروفی مانند برج شانگهای، یکی از بلندترین ساختمان‌ها در جهان، نمایشگر توسعه شهرها و برج‌ها هستند. در حال حاضر، چین نه تنها در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقل پیشرفته است، بلکه به بزرگترین تولید کننده و صادرکننده محصولات صنعتی و تکنولوژیک تبدیل شده. چین به سرعت به مرکز نوآوری در فناوری‌های دیجیتال تبدیل شده است. از فناوری‌های پرداخت بدون کارت تا سیستم‌های هوش مصنوعی و ربات‌های صنعتی، این کشور در خط مقدم دنیای دیجیتال قرار دارد. چین امروز جایی است که فرهنگ‌های مختلف به هم می‌آیند. از غذاهای سنتی چینی گرفته تا رستوران‌های بین‌المللی با انواع غذاهای جهانی، مردم چین حالا می‌توانند به راحتی زندگی مدرن و شهری را تجربه کنند. چین قدیم و چین امروز دو دنیای کاملا متفاوت هستند، اما یکی از چیزهایی که در این تغییرات بزرگ مشهود است، تلاش بی‌وقفه مردم چین برای ساختن آینده‌ای نوین است. آینده‌ای که پیشرفت، نوآوری و تکنولوژی در آن حرف اول را می‌زند.